سومری ها و اکدی ها. این مردمان از زمان بسیار قدیم که معلوم نیست از کی شروع شده در مملکتی که از قرن نهم قبل از میلاد به بعد موسوم به کلده شد سکنا داشتند. سومری ها در رأس خلیج پارس و طرفین شط العرب و اکدی ها در طرف شمال شرقی آنها میزیستند. به طور قطع نمیتوان حدود مملکت سومر و اکد را معین کرد. همینقدر معلوم است که اور و اروک یا ارخ و نیپپور از شهرهای نامی سومر بودند و سیپپار و کیش و بابل از شهرهای مهم اکد. اما اینکه اکدی ها و سومری ها از کجا آمدند؟ چون در نزدیکی اشقاباد و در استراباد و در گز اشیای سفالین و ظروف سنگی و اسلحه مسین و بعضی اشیای دیگر به دست آمده که شیوه ساخت آنها ایلامی است و روی گلدانی از طلا صورتهای سومری منقور است، بعضی گمان می‌کنند که بین تمدن ایلامی و تمدن ماورای دریای خزر ارتباطی بوده و شاید سومری ها هم از طرف شمال به رأس خلیج پارس و جلگه بابل آمده باشند. به هر حال از حفریات آمریکایی ها در نیپپور که یکی از شهرهای سومری است و کشف فهرست 10 سلسله از پادشاهان این قوم علاوه بر آنچه معلوم بود محقق شده است که پیش از 3000 سال قبل از میلاد سومری ها گذشته های مفصلی داشتند و بابل مرکز تمدن آنها بوده است. مذهب سومری ها: هر شهری رب و نوع یا به قول سومری ها خدایی داشته و در نظر اهالی هر شهر ارباب انواع سایر شهرها در رتبه پایین تر از رب و نوع شهر آنها بوده. با وجود این 3 رب و نوع بزرگ را همه می پرستیدند. 1. آنو آقای آسمان. 2. ea صاحب دره عمیق. 3. بل رب و نوع زمین. پادسی های سومری: از پادسی های سومری که با ایلام جنگیدند باید بدوان اسم اناتوم اول را ذکر کرد که پادسی شهر لاکاش بود و قبل از 3000 سال قبل از میلاد با ایلام جنگید. خودش گوید که شکست فاحشی به ایلامی ها داده، ولی کن حقیقت امر این است که ایلامی ها و به خصوص مردمان کوهستان پیوسته به مملکت سومری ها حمله می بردند و پادسی مزبور حملات آنها را دفع کرده. بعد در زمان اناتوم دوم باز ایلامی ها به شهر لاکاش حمله نمودند و حمله آنها دفع شد. اکدی ها و سلسله سامی: بعد از سومر نوبت اکد رسید. توضیح آن که تقریباً در 2800 سال قبل از میلاد شخصی که سامی و موسوم به مانیشتو بود در اکد پادسی شده، سلسله کیش را تأسیس کرد و بعد پادشاه ایلام را به اسارت به اکد برده مملکت او را با گلدانی در نیپپور یافتند که روی آن نوشته شده از غنایم ایلام است. از این به بعد اکد رو به ترقی رفت و پادشاه آن که از سلسله سامی و موسوم به سرگون بود به مملکت خود توسعه داد، چنان که از طرف غرب تا شامات و از طرف شمال تا این طرف کوههای زاگرس یا کرمانشاه امروزی امتداد می‌یافت. قوت یافتن سومر: در 2500 سال قبل از میلاد سومر باز رونقی از نو گرفت و شهر لاکاش پایتخت پادشاه بزرگی گوده نام گردید. این پادشاه انزان را مطیع نموده، به دادگری و عدالت و کمک نمودن به فقرا و ضعفا پرداخت
و معابد و ابنیه جدید بنا کرده. مصالح آن را از شامات و عربستان و ایلام طلبید. در 2450 سال قبل از میلاد مشاهده می شود که حکومت و اقتدار به شهر اور منتقل و در اینجا سلسله‌ای از پادشاهان محلی برقرار شده است. انقراض دولت سومری به دست ایلامی ها. طرز رفتار سومری ها در ایلام باعث شورش های متوالی شد و سومری ها مجبور شدند که متناوباً قشونکشی به طرف ایلام نموده سرچشمه شورش ها را فرو نشانند. این لشکرکشی ها یکی از دلایل ضعف و سستی سومری ها گردید و بالاخره ایلامی ها بنای تاخت و تاز را در سومر گذاشتند و پادشاه آن را گرفته به اسارت به ایلام بردند. از این به بعد ایلامی ها مستقل شدند. در حدود 2280 سال قبل از میلاد پادشاه ایلام کودور نانخوندی شهر اور را گرفته غارت کرد و سلسله پادشاهان آن را برانداخت و مجسمه رب النوع این شهر را که نانا یا ننه می نامیدند جز غنایم به ایلام برد. بعد از آن قریب 60 سال سومر جز ایلام ماند. اسامی 16 نفر از پادشاهان سلسله مزبور به دست آمده و نیز معلوم است که در 2115 سال قبل از میلاد پادشاه ایلام ریمسین این سلسله را منقرض کرد. دمورگان و نویسندگان دیگر فرانسوی به این عقیدند که غلبه ایلامی ها بر سومری ها و مردمان بنی سام نتایج تاریخی زیادی در بر نداشته است. توضیح آن که ایلامی ها به قدری با خشونت و وحشیانه با ملل مغلوبه رفتار کردند که آنها از ترس جان از مساکن و وطن خود فرار کرده و هر کدام به طرفی مهاجرت نمودند. گروهی که رب النوع آسور را پرستش می کردند به طرف قسمت وسطای رود دجله و کوهستان‌های مجاور آن رفته دولت آسور را تأسیس نمودند و مهاجرت حضرت ابراهیم با طایفه خود به فلسطین و بالاخره هجوم هیکسوس های سامی نژاد به مصر و تأسیس سلسله از فراعنه در آن مملکت نیز از نتایج غلبه ایلامی ها بر ملل سامی نژاد بوده. اما کینگ به این عقیده است که غلبه ایلامی ها در ممالک غربی دوام نیافته، زیرا ایلامی ها چون استعداد اداره کردن مملکتی را نداشتند و غلبه آنها بیشتر به تاخت و تاز شبیه بود، نتوانستند ممالک مغلوبه را حفظ نمایند.